سلام علیکم بینندگان عزیز. من دکتر طاهری حالا در ناحیه عینی دهی پتخین آسایشگاه دکتر طاهری هستم و در شهر دوشنبه من کتابخانه دارم. زیاده از 15,000 کتاب‌های صحیح تیپ، کتاب‌های گوناگون وجود دارد و حالا من همین کتابخانه به ناحیه عینی کوچانده ایستادم که در دهات هم آدم ها کتاب خوانند، معرفتش رو بلند شود، سلامتش را حفظ کرده توانند. فقط با پول، با ماشین های جیپ، با دیگر کار و فر سلامتی نصب کرده نمیشه. و از آن جمله در خودی من همین اگر بینید دیگه زیاده از 40 کتاب های من حالا اکثرتش در شهر دوشنبه هست. این کتاب های من طولی 50 سال کم کم کتاب نویسوندم. از انسان میموندگی چیز کتاب. بعد مردن بعد چند وقت آدم ها فراموش میشن، فقط کتاب آدم زنده میدارد. من اینجا کتاب هایی که حالا در کتابخانه ما هست و به واسطه ما یک برنامه ساختگی در اینجا خانواده دکتر طاهری شود و این 15,000 کتاب از شهر دوشنبه و ناحیه عینی کوچانده می شود. من خواهشمندی که هستن که کتاب کنن، عمرش رو دراز کنن. سالمی در دست خود انسان هست، نه که برای سالم بودن دانش در کار. اگر دانش باشد مردم کمتر بیمار می شوند، عمر دراز می بینند و اگر کتاب خوان شوند باز سلامتیشون بهتر می شود. برای همین من یک خبر میتیم که مردم ناحیه عینی میتونن در اینجا آمده کتاب های استفاده برند، خوانند. از آن جمله از ماه سپتامبر در اینجا کورس های تکمیل اختصاص برای دکتران گیاه درمانی، سوزن درمانی میشد که آنها آمده در اینجا سوی دانش خودش رو بلند میکنن، یعنی کتاب میخوانند، می آموزانند. بسیار چیزی که ما تا این دوره یاد دادیم آنها به یاد میتیم و بیوسته سرچشمه تمام خوشبختی این خواندن کتاب علم دانش است. سلامت باشید، 100 ساله شوید همه شما. تمام کتاب ها من اینجا درباره گیپنوز، شک خیلی یاد گرفتم نکار همین چیزا هست. حتی کتاب سال 28 هست درباره کتاب لنین درباره تولستوی معلومات دادگی. من همین کتاب اگر خواهید بینید لنین و تولستوی سال 1928 همین کتاب هست. یا که почему спина болит. اکثر آدم ها نادرست خواب میکنند، پگاه میخیزن میان درد، دیگر پرابلم بسیار. من اینجاش заболевание нервной системы. سلامت باشید، 100 ساله شوید. که میخواهد با ما همکاری کند عمر دراز. مرحمت به ناحیه عینی دهه پتخین آسایشگاه دکتر طاهری. سلامت باشید، 100 ساله شوید.